اونجا غالی میگردد، میتواند که روی خود را و قسم نهایی مسابقه هموار کند. اکنون اینجا دافع می‌بینید بازیگران هر دو دسته سر میزند. بسیار عصبی هستند بازیگران تیم ما پس از همین حالتی که وقت کشی کرده استودند بازیگران دسته مالزیا. و ببینید که با کاپیتان دسته مالزیا در میافتد. اینجا روزیگولی حسن بود فکر میکنم، یا شمسیه بود، کی بود؟ شمسیه حسینова، بازیگری که ماس صدر روی کاپیتان دسته مالزیا گرفته نتوانست و او توانست که پس گل آور انجام بدهد و گل بشود. اکنون اینجا در میافتد با کاپیتان دسته مالزیا، صفایش رو اداره کرده نمیتواند. بازیگر آسیب دیده اولو از میدان گرفته می شود، کارت زرد نشان داده می شود اینجا به شمسیه حسینова که اولین کارت زرد برای بازیگران تیم ما است. و داور نیز اکنون اشاره میکند که باید آرام باشد بازیگر دسته ما. البته این باخته که اولو تا همین لحظه خوبانی ما به خط گرفته است، یک باختی علام‌آور خواهد بود. ببینید که امروز ما چگونه شانس‌های خوبی گلزنی داشتیم، چگونه امکانیت‌ها بودند برای مرجانه سعید و برای روزیگولی حسن، برای نیکوبخت خدا داد و اما نتوانستند که موفق بشوند. Is our one.